سلام، ما همراه باشید تا بگم بهترین ترکیب کاراکتر و گان چیه. میریم وارد مپ ترینینگ میشیم، منتظر میمونیم تا بیاد. از نظر من بهترین ترکیب کاراکتر اسکار و M10 هست. M10 مکس و اسکار مکس. چرا؟ چون M10 برای فاصله های نزدیک خیلی خوبه و اسکار هم برای فاصله های دور هم فاصله های متوسط. اگر هم خیلی قوی باشد برای فاصله های نزدیک هم خوبه. بعد این رو مکس میکنیم و یه دوربین 4x براش میندازیم. منتظر میمونیم تا بگیریمش. یاد نره دکمه حساب و لایک رو بزنی. اگر هم نظرت با من یکیه کامنت کن، نظرت رو کامنت کن. این قدرت کاراکتر وولفگانگ و اون کاراکتری که اول بهتون نشون دادم اینه. وقتی که خشابتون خالی شه وولفگانگ رو بزنید خشابتون سریع پر میشه. تا یه ویدیوی آموزشی دیگه خدا همینطور که الان مشاهده میکنید ببینید چه شکلی میخورم. اسکار هم همینطور وست کشم فقط سری انمی رو میکشه.